سلام خدمت همراهان عزیز. امروز میخوام نکاتی رو در مورد استفاده صحیح از جاروبرقی فیلیپس 2200 وات خدمتتون عرض کنم. این نوع جاروبرقی همینجوری که مشاهده میفرمایید دکمه کلید کنترل سرعتش توی دسته قرار داره و آف و آن تو بدنه اصلی موتور قرار داره و روی دسته. از مهمترین نکاتی که باید برای استفاده از این جاروبرقی رعایت بکنید فیلتر پشتی دستگاه هست. فیلتر پشتی دستگاه حکم قلب تپنده دستگاه رو داره. ببینید این فیلتر رو ببینید چقدر کثیف شده و حتی فکر میکنم تعمیرکارهایی که غیر مجاز بودن این فیلتر رو پاره کردن به خاطر اینکه موتور بتونه نفس بکشه، ولی ریزگردهایی که از این جاروبرقی خارج میشه به شدت برای سلامتی مضره. این نوع فیلتر هپا هست و توی بازار هم موجود هست. پیشنهاد بنده اینه که با نمونه اصلی اینو عوض بکنید، به خاطر اینکه با سلامتیتون ارتباط خیلی مستقیمی رو داره این فیلتر. پشت این فیلتر یه ابری وجود داره که این ابر محافظت میکنه از گرد و خاکی که از داخل موتور به بیرون رونده میشه. ببینید فیلتر رو اطلاعات فیزیک بله داخل دوربین هم الان مشخصه، اطلاعاتش هم داخل این فیلتر نوشته. حتما باید با فیلترهای اصلی این تعویض بشه که این جارو رو با مشکل عدم روشن شدن برد پیش ما آوردن. برد مرکزی داخل دسته رو چیپست شما عوض کردیم و همچنین کلیدهایی روی دکمه رو هم عوض کردیم. حالا تست دستگاه رو بگیریم ببینیم وضعیت دستگاه در چه حد هست. لطفا اگه تا اینجای ویدیو به دردتون خورده ویدیوی منو لایک کنید، ممنون میشم. چراغ دستگاه روشنه، الان چراغ دستگاه خاموش هست. مشاهده بفرمایید کلیدهای دکمه های روی دسته خیلی خوب کار میکنن. این هم دور کم دستگاه، این هم دور زیاد دستگاه. دو تا نکته مفید دیگه در مورد این جارو میخوام خدمتتون عرض کنم. اول اینکه کیسه این جارو رو حتما از نوع فابریک تهیه بکنید، فابریک فیلیپس تهیه بکنید. این کمک شایانی میکنه به اینکه کیفیت دستگاه و مکش دستگاه در طول زمان تغییری نکنه و کمتر نشه، به خاطر اینکه اگه جنس این کیسه جنس خیلی خوبی نباشه خاک ها رو از سمت فیلتر انتهای کیسه به سمت موتور سوق میده و موتور رفته رفته خراب میشه. لطفا کانال بنده رو دنبال کنید که بتونید از بقیه ویدیوهایی که توی این زمینه تو تعمیر لوازم خونگی قرار میدم استفاده بکنید. فیلتر جلوی موتور همونجوری که مشاهده میفرمایید یه فیلتر معمولی هست که خیلی راحت این فیلتر تعویض میشه و توی بازار هم به وفور یافت میشه. معمولا هر 50 تا 60 بار استفاده این فیلتر رو عوض بفرمایید. اینجوری فشار خیلی کمتری به موتور دستگاه میاد. ببینید وقتی که میخواید فیلتر رو جا بندازید اول خارهای پشت فیلتر جا میرن، بعد فیلتر جا میره و پیچش بسته میشه و بعد از اون کیسه دستگاه داخل جارو قرار میگیره. نکته آخری که باید خدمتتون عرض کنم اینه که بعد از هر بار استفاده 5-6 دقیقه که استفاده میکنید حتما 10 دقیقه 15 دقیقه به دستگاه استراحت بدید. استراحت دادن به دستگاه به خاطر دور بسیار بسیار بالای موتور این دستگاه باعث خنک کنندگی موتور میشه و خنک کنندگی موتور طول عمر بیشتر موتور رو به دنبال داره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و کانال ما رو دنبال بکنید. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.